میدونید چرا کشورهای غربی به خصوص انگلیس دوست ندارن ایران به تاریخ و تمدن پادشاهی خودش برگرده؟ چون ایران پر سابقه ترین و با شکوه ترین تاریخ و تمدن پادشاهی رو داره و اگر به تاریخ و تمدن پادشاهی خودش برگرده باید از نظر فرهنگی زیر پرچم کاویانی ایران بره. اونها دوست ندارن خار بشن. ولی به قول محمد رضا شاه بزرگ، اون زمانی که شما از درخت بالا میرفتید ما تاریخ و تمدن چندین هزار ساله داشتیم، کوروش داشتیم که برای ما منشور حقوق بشر رو به جا گذاشت. هموطن، برای یک بار هم که شده با همبستگی ملی به تاریخ و تمدن فرهنگ چندین هزار سالمون برگردیم و به فرزندانمون بیاموزیم که تاریخ پادشاهی ایران چگونه بود، از شاهنامه گرفته تا خشایار و داریوش و کوروش. همونطور که از نام و معنی کشور عزیزمون مشخصه، یعنی سرزمین نجیب زادگان شجاع، و هر وقت سخن جاوید شاه به میون میاد یعنی زنده نگاه داشتن تاریخ و فرهنگی تمدن پادشاهی بود که همونطور این کار رو رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه بزرگ به خوبی انجام دادن. بیاییم به تاریخ و تمدن فرهنگمون برگردیم و با همبستگی ملی و پیوستن به اعتصابات و اعتراضات سراسری به این انقلاب ملی و به فردای ایران و هموطنانمون و خودمون بیاندیشیم. ما ایرانی هستیم و باید به ایرانی بودنمون افتخار کنیم، چون ریشه در خاکی داریم که فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله داره. پاینده ایران و ایرانی تا ابد و یک روز. جاوید شاه.